الله الرحمن الرحیم إنا أنزلناه في ليلة القدر. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. ما آن یعنی قرآن را در شب قدر نازل کردیم. وما أدراك ما ليلة القدر. و تو چه میدانی شب قدر چیست؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر. شب قدر بهتر از 1000 ماه است. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. فرشتگان و روح در آن شب به اذن پروردگارشان برای تقدیر هر کار نازل می شود. سلام هي حتى مطلع الفجر. شب است سرشار از سلامت و برکت و رحمت تا طلوع السبیده